توی یک روز چیا سفارش دادم؟ اولیش بدون اسپری. البته بهتون بگم اینو دیجیکالا برام نفرستاده، اینو هیلی بالوین برام فرستاده. آره اینم ریمل هیلی بیبر که میدونید دیگه سلبریتی ها برای من میفرستن که معرفی کنم بهتون. دومی رو باز کنیم. دومی ها عاشقش هم. خب بذار ببینم. خب بچه ها میدونید که این تاپو ورساچه برای من فرستاده و گفتم بهتون معرفی کنم دیگه. سومی این از سلینا گومز بر من فرستاده. وقتی فهمید که هیلی بر من چیز فرستاده حسابیش رو سفیدش رو سفارش نداده بودم. خب یه شونید از طرف لاین جدید سلینا گومز. ببینید چطوره. حقیقتا خیلی با چیزی که تو عکس دیدم فرق داره. چقدر زشته واقعا. برید مای چاقو نایف. قاب گوشی عزیزمه. وی خیلی دوستش. از بین بستایی که تا الان باز کردم فقط همین رو خوشم آمد. برید سراغ چیزی که خیلی منتظرش بودم. این کیفو گوچی برای من فرستاده. خیلی هاشی اصلا شبیه عکسش نیست. این چی آخه؟ واو این همه منتظر این بودم. پشمام رنگ و نگاهیشه اصلا خوشم نگید. سراغ بسته آخر. امیدوارم که این حداقل دوستم نکنم. اینم که چیزی نیست. شامپوی سریتا و مام. اصلا آنباکسینگ جالبی نبود. آنباکسینگ بعدی خدا نگهدار.